انتخابات حتما اشتراک میکنیم آواز خودمون نمیگذاریم. خیلی میبینیم بعد از دادن میتونیم میبینیم باید اشتراک کنیم. باور دارید مثلا شفاف میگذارن انتخابات؟ هیچ چیزی گفته نمیتونم. اشتراک میکنم ها. شما با شفاف گذاشتن انتخابات باور دارید؟ باور دارم برای که انتخابات میشد اصلا من شخصا خودم هم اشتراک میکنم اعضای اولای ما هم نیز اشتراک میکنن. اگر ما رفته خودمون اشتراک کنیم این علاقه نتیجه شفافیت نشون میده. نه البته. برای چی؟ چون که من آدم دیندار من فقط خدا به باوری دارم. پوچوی من خدا، راهنمای من خدا، من به فقط خدا یاردم میکنم. برای همین من هیچ کس به نه باوری دارم نه آواز میتیم. В выборах Да. я никогда не участвовал. И, наверное, не буду. Почему? Ну вот я такой человек, что не участвую, не буду. Не верите? Нет, я никому не верю. هر یک شخص از خودش وابسته است. خلق کدوم را خواه همون را انتخاب میکنه. اما با فکر شما شفاف میگذارد همون کسی را که انتخاب کرد خلق همون میگذارد یا نه؟ در این چیزی گفتن نمیتونم. باوری ندارید؟ باوری نیست حقیقتا. برای چی شرکت کنم؟ پس برای چی نمیکنید؟ برای چی کنم اگه نه؟ آخه انتخابات است شما باید انتخاب کنید وکیلتون را انتخاب کنید. نه. شما باور دارید که انتخابات شفاف میگذارد؟ نه. باور ندارید؟ نه. حتما اشتراک میکنیم. شما باور دارید که شفاف میگذارد انتخابات؟ البته امید داریم. نه تاجیکستان باید منتظم به اصلاحات قانونگذاری انتخاباتش باید آغاز کند. به خاطر اون که وضعیت جهانی وضع یافته ایستاده است. به همین خاطر باید حتما تغییرات شود. من به این امید دارم.